از نام خودم از نام هنرمندایی که امروز برای شما خدمت میکنند خدمه مبارک شما رو به این بزم اکای قیامالدین عزیز ما خوش آمدید میگم. اکای قیامالدین راستی ما شما رو با تمام هستیتان دوست می‌داریم. هستند در صحنه هنرمندا اکتورانی که اونا رو فقط رول میزیبد که فقط شوخی و خنده باشد، حجم باشد. این چیز از نگاه رژیسور است. رژیسورها فقط می‌بینند که کدام اکتور در کدام رول میزیبد. هستند اکتورانی که فقط رول فاجعه بار با اونو میزیبد. لیکن همین اکای قیامالدین عزیزی ما باور کنید وقتی که رول خنداور حجویه رو بازی میکند همه ما میخندیم. نه به هر اکتور این چیز دست میدهد که او هم اکتور همه طرفه باشد. وقتی که اکای قیامالدین یگان رول فاجعه بار رو بازی میکنند حتما ما گیره میکنیم. ما از او هنری که ما رو میخندوند در او رول یگان چیز نمیبینیم. با همین هنر بلند شما اکای عزیزی ما ایده همیشه زنده باشه، سربلند باشه. هنرمندی بالا و بالا همون است که هم در این نقش بالا است هم در اون نقش. یک بار دیگه مبارک باشه. وقتی که اکای ما همه جدی میستن حتما ما فراموش میکنیم که بعضی گفتن که اکتوری هستن که فقط حجم‌نگار. نه، اکای قیامالدین خیلی اکتور نیستن. اکتوری هستن که هم در این ژانر هم در اون ژانر. برای شما موفقیت میخوایم برادر. مبارک باشد. یک از همه شما بجایی دارم بجایی شما طبعی شاعریتون همه ما با خبر هستیم. ما فکر میکنیم که در دست شما علاقه کتابچه‌ای که برای استاد نشر برآمد در دست شما هم هست. یک گستاخی شاگردانه از همه شما معذرت میخواهم. مردم فیض‌آبادی ما همیشه هنرمند از کدام محل است او را نگاه نمیکنند. کدام هنرمندی که فیض‌آباد میآید هنرنمایی میکنند او را پذیرایی میکنند. لیکن امروز ما همه ما جشن اکای قیامالدین جشن گرفتیم. ما از شما خواهش میکنم، خواهش نه اپای نگینه را گفتم که همین گفت بگه نگفتن. ما حتما باید بگم اگر من جنگ هم کنه همین را میگم که روز 21 می در تئاتر اپرا بالت شهر دوشنبه شب اجازه اپای نگینه برگزار میکنم. از همه شما خواهش میکنم که سرجم خیلی که امروز همه ما شما در بر اکای قیامالدین هستیم. میخواستم که همه روز در بر اکای نگینه باشید. تشکر میکنم. فراموش نکنید. ساعتی 4 سلامت باشین اکای. یک سرود برای شما میبخشم. تشکر شما. Gul mein rang, gul son dil iman rasi.
دوستان گرامی